سلام، من مرضیه نساجیان هستم و میخوام امروز شما را دعوت کنم با من همراه بشید و برای چند دقیقه با من بشینید. لطفاً یک جایی که کسی شما را متوقف نکنه، یک جای آروم انتخاب کنین و بشینید. شما میتونید روی کوسن مدیتیشنتون، روی زمین و یا روی صندلی در حالی که پاهاتون با زمین در تماس قرار داره و نشیمنگاهتون با صندلی و کمرتون از تکیهگاه صندلی فاصله داره بشینید روی صندلی. میخوام ازتون خواهش کنم با دقت محیط اطرافتون نگاه بکنید. چه چیزی میبینید؟ چه اشیایی رو اطراف خودتون میبینید؟ چه رنگهایی رو میبینید؟ چه صداهایی رو میشنوید؟ بعد از اینکه با دقت به اطرافتون نگاه کردین، میخوام ازتون خواهش کنم با چند نفس عمیق مدیتیشن خودتون رو شروع بکنید. شما میتونید با یک دم هوا رو وارد ریه هاتون بکنید. برای چند ثانیه نگه دارین و بعد هوا رو خارج بکنید. دم هوا رو برای چند ثانیه نگه میداریم و بازدم هوا رو از ریه ها خارج میکنیم. مجددا دم و بازدم. دم و بازدم. برای آخرین بار دم و بازدم. میخوام به سرتون توجه بکنید. تمام توجهتون رو معطوف کنید به سرتون. چه حسی رو احساس میکنید؟ آیا حس سنگینی، سبکی خاصی رو احساس میکنید؟ بعد از اون میخوام شما رو دعوت بکنم به گردنتون دقت بکنید. به کمرتون، به سینه‌تون و به شکمتون با دقت توجه بکنید. چطور با نفس کشیدن شکمتون بالا و پایین میره؟ هوا از توی ریه هاتون خالی و پر میشه. باش بمونید. چه چیزی رو احساس میکنید توی بدنتون؟ میخوام توجهتون رو به دستاتون معطوف بکنید. به بازوهاتون، بازوی سمت راست، بازوی دست چپ، آرنجتون،
آرنج دست راست و آرنج دست چپ. مچ دستتون، پشت دستتون، روی مچ دستاتون. به انگشتاتون دقت بکنید. روی دستاتون. و اگه دستاتون در تماس با زانوهاتون هستن و یا روی پاتون گذاشتین، به سطح تماس دستاتون دقت بکنید. چی احساس میکنید؟ آیا حس خاصی رو احساس میکنید؟ سرما یا گرما؟ بعد از اون میخوام ازتون خواهش بکنم توجهتون رو به نشیمنگاهتون معطوف بکنید. به جایی که با سطح صندلی، نشیمنگاه صندلی یا با کوسن شما در تماس هست. آیا سنگینی وزنتون رو حس میکنین؟ تماستون رو با صندلی یا با کوسن احساس میکنید؟ باهاش بمونید لطفاً. خواهم ازتون خواهش بکنم بعد از اون توجهتون رو به پاهاتون معطوف بکنید. به بالای ران، به روی ران، چه حسی رو احساس میکنید؟ توجهتون رو میخوام این بار پایین تر ببریم و به زانوهاتون دقت بکنید. زانوی سمت پای راست، زانوی سمت چپ، پای چپ، پشت زانو، روی زانو. چه احساسی رو احساس میکنید؟ چه حسی رو میتونین اونجا پیدا بکنین؟ میخوام توجهتون رو به پایین زانو و به پاهاتون معطوف بکنید. به پایین پا، به پشت پای سمت راست، به پشت پای سمت چپ، به روی پاهاتون، پای راست، پای چپ. چه احساسی رو اونجا میتونین پیدا بکنید؟ با دقت بهش نگاه بکنید. بعد از اون میخوام توجهتون رو به ساق پا معطوف بکنید. ساق پای راست، ساق پای چپ، به روی پاهاتون، روی پای راست، روی پای چپ، انگشتای پاهاتون، انگشتای پاهاتون، پای راست و پای چپ رو با دقت نگاه بکنید. به کف پاهاتون دقت بکنید. آیا میتونین احساسشون بکنید؟ آیا اگه در تماس با زمین هستن میتونین تماس کف پاهاتون رو با زمین احساس بکنید؟ چه حسی رو میتونید توی پاهاتون پیدا بکنید؟
میخوام که باهاش بمونید. با بدنتون بمونید. میخوام برای چند ثانیه آینده خودتون رو به صورت یک کل از بیرون نگاه بکنید. یک شخصی که به صورت کامل با خودش نشسته. چه حسی رو تجربه میکنید از دیدنش؟ الان که به پایان این تمرین نزدیک میشیم، میخوام ازتون خواهش کنم با یک نفس عمیق تمرین خودتون رو به پایان برسونید و از اینکه این وقت رو برای خودتون گذاشتین و با خودتون نشستین از خودتون تشکر بکنید. شما یک قدم بزرگ در راه سلامتی روح و روانتون و جسمتون برداشتین. ممنون که با من نشستین.